علیکم. خیلی خوش اومدید به چنل پریفان میوزیک. سینا هستم، برگشتیم خدمت نگاه مهربونتون. پریسا هستم، مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید و قراره بریم یک ویدیوی بسیار زیبا، موزیک بسیار زیبا با پیشنهاد شما ببینیم. از هنر موسیقی والای تاجیکستان دوست داشتنی قراره بریم یه آهنگ بسیار دلی و باحال بشنویم از بانو فرهناز. به به، امیدوارم که لذت ببرید. تا ثانیه آخر با ما همراه باشید، لایک ویدیو رو بزنید، چنل سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. عاشقتونیم. خیلی کار بود که قراره با هم دیگه انجام بدیم. خوشحال میشیم نظراتتون رو توی کامنت ها برای ما بنویسید. خیلی کاره ولی خیلی انرژی میگیریم و کلا چند ثانیه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. اینم ماچ تقدیم کردم به نگاه های زیبا. بریم و کیفشو ببریم، گپ بزنیم دور هم دیگه و عشق کنیم. من از اسم فرهناز خوشم میاد. با مسماست. فرهناز شارافووا. بریم سراغ این موزیک ویدیوی جالب. اوه چه دیزاینی. تا هستی همراز تو خواهم بود، تا سازی دم دارم دم سازی تو خواهم بود. منیژه جان دولت. تا چی؟ از منیژه جان بله دولت. دوتا هدستم رو گوشم بله. بود، لبخونی کردم، حس کردم که همونو گفتی. آره. آوازخوان اصلی ما یا آهنگو قبلا شنیدیم فکر میکنم، یعنی آشناست برام کاملا. حالا ببینیم ولی شعر از بانو منیژه دولت رو باش آشنایی نداریم متاسفانه. شاید از هنرمندان افغانستان شنیده باشیمش. سازها هم که سازهای مشترک بود، دیدید ریتم اصلی با رباب. بله. البته اگر که ورژن اجرای منیژه جان دولت رو هم دوست دارید میتونید توی کامنت ها واسمون پیشنهادش رو بنویسید. خواهم بود یعنی احساسی و ملو. تا هستم و تا هستی همرازی تو خواهم بود، تا سازی دم دارم دم سازی تو خواهم بود. اندر دل پرشورم تا نشعی درده هست، اندر دل پرشورم تا نشعی درده هست. مفتون تب و سوزی آوازی تو خواهم بود، صداش قشنگه. مفتونی تب و سوزی آوازی تو خواهم بود. رو نوتای پایین هنرش رو قشنگ نشون داد. آفرین. دیدی چقدر با احساس و قشنگ و دقیق خون. خیلی اجرای خیلی وقتی که قشنگ آدم و میخواد تمتمیز. پایین بخونه، چیزی که حالا ما میشنویم از آهنگای مختلف هنرمندان حالا فارسی زبان مثال میزنیم، کلا اون پایین خوندنه بعضی موقع سخت‌تر از بالا خوندن است که تو ارائه کنی به گوش اون چیزی که قراره برسه. چون بالا بالاخره تکنیکای خاص خودشو داره، ولی پایینم یه هنر جالبی است. سوزی آوازی تو خواهم این کشش رو اینا چیه اینجا داره؟ اکلیل قشنگه. میخرم برام. چون جان برایتم شایسته جانان است، تا جان و جهان دارم جانبازی تو خواهم بود. جانم قشنگه چه بر قصد همه قهر و شروع شر تقدیرم، قربان یکی مایو یک نازی تو خواهم بود. بر قصد همه قهر و شروع شر
داری تقدیرم قربان یکی مایو یک روزی تو خواهم بود تا هستم و تا هستی همرازی تو خواهم بود تا سازی دم دارم دم سازی تو خواهم بود. شعرش اگه بخوای در موردش حرف بزنی خیلی حالا خیلی دوست داشتم ببینم شاعرش کی بود ولی ندیدم. شاید انتهاش بنویسه برام. انشالله بنویسه آخه خیلی باحاله. شعر خیلی قوی عاشقانه از این مدل هایی که بعد از روی کتاب بخونی آره برای معشوقت. اندر دل پرشورم تا نشعی درده هست اندر دل پرشورم تا نشعی درده هست مفتون تب و سوزی آوازی تو خواهم بود مفتون تب و سوزی آوازی تو خواهم بود شعر اینجوری شعر میشه که خودش به خودش اشاره میکنه اون شاعر توی سرودن اون شعر و یه خواننده هم انقدر قشنگ و زیر پاشم متاسفانه فکر کنم از این چیزا زیاد ریخته. من احساس کردم چند بار آره حواسش بود که نامتعادل نشه. آره اکت خوبی میاد چون یه آهنگ آرومیه نیازی نیست خیلی دنبال دین بکنی باش. خیلی سخت میشه. آرام نمیگیرم انجام نمیخواهم تا آخری عمری دل آغازی تو خواهم بود اینجوری عاشقه نمیگیرم انجام نمیخواهم تا آخری عمری دل آغازی تو خواهم بود تا هستم و تا هستی همرازی تو خواهم بود تا سازی دم دارم دم سازی تو خواهم بود اندر دل پرشورم تا نشعی درده هست اندر دل پرشورم تا نشعی درده هست مفتون تب و سوزی آوازی تو خواهم بود مفتون تب و سوزی آوازی تو خواهم بود مفتون تو خواهم بود قربان تو خواهم بود مفتون تو خواهم بود قربان تو خواهم بود. واوا یعنی سگ چک چک خیلی قشنگه حسابی لذت. با توجه به چهرهشون میخواره سن کمی داشته باشه. فکر کنم قبلا ها هم در چنل پریفان ما ازشون شنیده بودیم کارهایی رو. اینجا هم توی فکر کنم جشن نوروزی بود و شعر خیلی قوی. هرچی از بگیم و از اجرای عالیش چه شاعر گرامی بود. بله. زیبا بود. موفق باشید. به نظر میاد خانوم بوده شاعرش. منم فکر میکنم میتونه خانم باشه یا بیدل یا فروغ نمیدونم ولی اجرا 100% یعنی اصلا ذره چیزی توش نذاشت اصلا آفرین. یعنی هیچ گوشه ای از این آهنگ نبود که چه اکتایی که می اومدن بگی کاش اینجوری خونده بود کاش اینجوری که آره فوق‌العاده بود. میگم با وجود این جوانی قشنگ صدای پخته یه مدل خواندن خیلی صحیح و دلنشین. آره. لذت بردید یا نه؟ اگر لذت بردید که واسمون قلب سبز بذارید.
بله کامنت فراموش نکنید و لایک ویدیو رو هم لطفاً بزنید. قربون شکل ماهتون، ماچ به کلهاتون، منتظر پیشنهادتون هست. به امید دیدار. بای بای.